بسم الله الرحمن الرحیم. برای الگو کشیدن پارچمون رو دلاب میندازیم رو دلا میندازیم. بعد الگوامون رو میذاریم دور تا دورش با خودکار حرارتی خط میکشیم دور تا دور الگوامون. بعد دست عروسک رو میذاریم دور تا دورش خط میکشیم. این قسمت هم باز میذاریم برای دوخت و پر کردن دستش. بعد برای الگو بدنم همینطور این قسمت رو الگو میکشیم تا بیاد این قسمت رو با این قسمت باز میذاریم برای پر کردن. باز الگوامون رو به این صورت میکشیم. این دستم میکشیم بعد باز برعکس میکنیم دست دیگه شو میکشیم. برای کشیدن الگو یه دست میذاریم بعد دست بعدی برعکس باید کنیم. پای عروسکمونم من رو مقوا چیدم میذاریم رو دله پارچه. باید برای کشیدن الگو باید پارچمون دلا باشه. این قسمت رو میکشیم خط الگو دور تا دورش. این قسمت هم میکشیم برای دوخت. این قسمت دوخت نمیزنیم و پشت کارمونم این قسمت از این قسمت تا اینجا دوخت نمیزنیم باز میذاریم. پای دومی هم باز برعکس میذاریم. یه پا اگر شما پای اولیه عروسک اینجور گذاشتیم پای دومیش باید اینجوری بذارید یا برعکس اینجوری بذارید. برعکس میذاریم باز پای دوم هم دور تا دورش خط میکشیم و تا بیاد این قسمت ها کلا خط میکشیم. بعدی که الگوامون رو کشیدیم شروع میکنیم به دوخت کردن. به دوخت الگو این قسمت که الگو کشیده شد از این قسمت شروع میکنیم به دوخت تا بیاد اینجا. سوزن رو نگه میداریم داخل پارچه که سوزن پایین باشه. بعد پایه بلند میکنیم باز دوخت میزنیم تا این قسمت. یه بحث میزنید رفت و برگشت. به رفت و برگشت میگن بحث میزنیم. باز اینجا باز میذاریم برای پر کردن بدن عروسک. از این قسمت باز یه رفت و برگشت با چرخ میزنیم دوخت میکنیم تا این قسمت سوزن نگه میداریم تو پارچه. پایه بلند میکنیم باز دوخت میذاریم تا این قسمت باز رفت و برگشتی میزنیم. این قسمت رو باز میذاریم برای توپک سر عروسک. این قسمت هم باز میذاریم برای پر کردن بدن عروسک. برای دست عروسک هم به این صورت از این قسمت دوخت میزنیم میاد تا اینجا. سوزن رو نگه میداریم. این قسمت سوزن نگه میداریم تو پارچه. باز دوباره پایه بالا میکنیم دوخت میزنیم تا این قسمت. دور انگشت هم دوخت میزنیم تا بیاد اینجا. این قسمت بالا باز میذاریم برای پر کردن دست عروسک. دست دومش هم به همین صورت که باید برعکس بذاریم باز به همین رواله. از این قسمت دست عروسک باز میذاریم برای پر کردن دستش. این قسمت شروع به دوخت میکنیم دور میخوره. این انگشت باز دوخت میکنیم. سوزن رو نگه میداریم داخل پایه تو پارچه. پایه بلند میکنیم دوخت میزنیم تا اینجا. رفت و برگشت میزنیم که دوختمون نشکافه. همیشه باید برای دوختمون یه رفت و برگشت بزنیم. پای عروسکمون هم به همین روال دوخت میزنیم. پای عروسک رو این قسمت رو دوخت میزنیم میاد تا این قسمت دور میخوره میاد بالا تا این قسمت رو به این قسمت. از این قسمت تا این قسمت رو باز میذاریم برای پر کردن پای عروسکمون. یه رفت و برگشت میزنیم اینجا باز یه قسمت رو باز میذاریم. از اینجا شروع میکنیم یه رفت و برگشت میزنیم دوخت میزنیم تا بیاد این قسمت. این دوتا حلاله. این قسمت جلو پا دوخت فعلا نمیشه دوخت نمیزنیم. بعد از که این قسمت ها دوخت شد برش خورد اون موقع این دوتا رو میذاریم رو هم دیگه به این صورت دوخت میزنیم که بعد نشون میدم دوختش چجوریه. این قسمت رو فعلا دوختی نمیزنیم. بعد پای دوم عروسکمون هم به همین صورته. این قسمت رو دوخت میزنید میاد تا این قسمت حلال دور بخوره. اینجا رو باز میذاریم پشت پا برای پر کردن الیاف. این قسمت هم باز میذاریم به اندازه 1 سانت تا 2 سانت باز میذاریم که بتونید الیاف داخل پاش کنید. از اینجا باز شروع میکنیم بحث رفت و برگشت میزنید تا بیاد اینجا یه رفت و برگشتی میزنیم. توجه کنید این قسمت ها اصلا دوخت نمیشه.